آشنایی با انواع کلاس بدنه خودرو. سدان متداول ترین نوع خودروه. بدنه 4 درب، صندوق عقب مجزا و 2 ردیف صندلی داره. لیفت بک، صندوق با شیشه عقب یک جا بلند میشن. فست بک، طراحیش بر پایه سدانه و سقفش با زاویه کمی به انتهای خودرو میرسه. کوپه، عموما خودروهایی با بدنه 2 درب و ظرفیت 2 یا 4 نفره هستن که طول درب بیشتر و ارتفاع سقف و فضای ردیف دومشون کمتر از سدان هاست. کانورتیبل، بدنه 2 درب، سقف جمع شونده و عموما ظرفیت 4 نفره داره. رودستر، بدنه 2 درب، سقف جمع شونده و ظرفیت 2 نفره داره. SUV یا همون شاسی بلند خودمون، دارای شاسی مستقل و قابلیت آفرود داره. کراسوور، شاسی یک پارچه با بدنه داره و از SUV ها کوچیک تره. اگه از این سبک ویدیوها خوشت میاد منو فالو کن.